سلام، به چنل من خوش اومدین. پیام قامتی هستم و امروز میخوام براتون یه مقایسه خودرویی بین دو تا از بهترین هاچبک های دنیا انجام بدم. VW گلف و هوندا سیویک. هر دوتای ماشین ها سال هاست که دارن تولید میشن و تو مارکت جز پرفروشترین ها هستن و طرفدارای خاص خودشون هم دارن. ولی واقعا کدومشون بهتره؟ امروز میخوایم با هم از نظر طراحی ظاهری، داخلی، موتور، مصرف سوخت و قیمت اینا رو با هم مقایسه کنیم تا ببینیم کدومشون ارزش خرید بیشتری داره. آخر ویدیو هم نظر خودم رو بهتون میگم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. قبل اینم که بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه بریم سراغ طراحی بیرونی. گلف همیشه با ظاهر ساده و مینیمال شناخته میشه، مخصوصا برای کسایی که دنبال یه ماشین کلاسیک و باوقارن. با وجود چراغ‌های LED نسل جدید هنوز هم به این فلسفه پایبنده. در مقابل سیویک طراحی جسورانه‌تر و اسپورت‌تری داره، مخصوصا در مدل‌های جدید که چراغ‌ها و خطوط تهاجمی‌تر شدن. پس اگه دنبال یه طراحی ساده و رسمی و شیک هستین، گلف گزینه خوبیه. اما اگه اسپورت پسندین، سیویک بیشتر به دل میشینه. داخل کابین هم تفاوتات جالبه. گلف بیشتر روی کیفیت متریال و حس لوکس بودن تمرکز داره. کنترلرها همه لمسی شدن و با یه مانیتور بزرگ که سمت راننده متمایله، ارگونومی بیشتری ارائه میده. اما سیویک بیشتر به طراحی قدیمی ولی جوانپسندتر خودش تکیه کرده. کنترلرها همه به صورت مکانیکی باقی موندن و با یه مانیتور کوچکتر نسبت به گلف حس و حال اسپورتی بیشتری به راننده القا میده. از نظر فضای سرنشینان عقب معمولا سیویک کمی جادارتره. اما برسیم به بخش هیجان انگیز، یعنی موتور و رانندگی. گلف در مدل پایه با یک موتور 1.5 لیتری توربو عرضه میشه که میتونه 150 اسب بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور تولید کنه که کشش مناسبی رو به ارمغان میاره. مصرف ترکیبیش هم 5 و 6 لیتر بر 100 کیلومتره. از نظر هندلینگ هم گلف همیشه هندلینگ و پایداری داینامیک و پویای آلمانی مخصوص به خودشو داشته و هنوزم به این سبک رانندگی پایبنده. اما سیویک در مدل‌های پایه با یه موتور 1.5 لیتری توربو یا 2 لیتری تنفس طبیعی ارائه میشه که قدرتی بین 150 تا 200 اسب بخار و گشتاور 200 نیوتن متری دارن. مصرفش هم به صورت ترکیبی با عدد 5 لیتر در 100 کیلومتر از گلف پایین تره. از نظر هندلینگ هم سیویک سبکتر و چابکتر حس میشه. از نظر ایمنی هر دو ماشین در تست‌های جهانی امتیازهای بالایی گرفتن. گلف سیستم‌های کمک راننده متنوعی مثل ترمز خودکار و کنترل خط و کروز تطبیقی داره. سیویک هم در این زمینه چیزی کم نداره. به ویژه در نسل جدیدش سیستم هوندا سنسینگ رو ارائه میده که شامل ترمز خودکار، هشدار خروج از خط و کروز کنترل هوشمنده. گلف در بازارهای مختلف جهانی با قیمت تقریبی 37,000 یورویی فروخته میشه. این و با توجه به هزینه‌های بالاتر سرویس و نگهداری و قیمت گرونتر قطعاتش ماشین گرونتریه. این در حالیه که سیویک با قیمت حدود 33,000 یورویی و هزینه‌های نگهداری پایین‌تر
ماشین ارزونتری محسوب میشه. همچنین ارزش فروش دست دوم بالاتری داره و مشتریای بیشتری دنبالشن. پس اگه دنبال یه خرید منطقی و اقتصادی هستین، سیویک انتخاب بهتریه. ولی اگه براتون برند اروپایی و پرستیژ مهمتره، گلف میتونه جذابتر باشه. خب جمع‌بندی میکنیم. گلف طراحی ساده تری داره، کیفیت ساختش بالاتره، هندلینگ بهتری داره و هزینه های نگهداریش هم بیشتره. از طرفی سیویک طراحی اسپورت تری داره، هزینه های نگهداری پایین تری داره و فضای داخلیش هم بیشتره. انتخاب من هوندا سیویکه، چون هم اقتصادی تره هم برای استفاده روزمره مناسب تره. شما نظرتون چیه؟ کدومو انتخاب میکنید؟ تو کامنت ها برام بنویسید. اگرم از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردنتون از ما حمایت کنید. روز خوبی داشته باشین.